خب بچه‌ها بالاخره بعد از 20 دقیقه رانندگی رسیدیم به نمایشگاه بین‌المللی آفرود. از همون ابتدا بهتون بگم که بوی بنزین و هیجان رو هواست. این موتورای خوشگلم که واقعا چشم‌نواز و دلبری میکنن تو اول راه میبینیم. بچه اینم بهتون بگم شما الان این قسمت راه رو نبینید که یه مقدار خلوته. از توی پارکینگ که ما وارد شدیم قلقله بود. و اینکه نمایشگاه هم 3 سالونه، میریم با هم دیگه که 3 سالن رو ببینیم. واسه ورودی ما اول اومدیم از این سطح، گفتیم بریم که پایین از اینجا بریم که اول کافمون رو بخوریم، بریم یه سرویس بهداشتی، بریم که پر انرژی شروع کنیم. خب اومدیم اینجا کافه رو بگیریم، یه کافی سرویس بهداشتی هم بریم که از این پلا بریم بالا. رفتیم بالا، سالونا بالاست بچه ها. خب این سالن اوله که همونجور که بهتون گفتم بچه اینجا قلقله است. تازه اینم بگم ما تایم اول اومدیم، تایمش هم ساعت 12 تا 8 شب بود. این کفشای خوشگل رو دیدیم، طبیعت گردیه، این کفش واسه طبیعت عالیه. بچه یه مشکلی که داشت، حالا جلوتر بهتون نشون میدم، خیلی از غرفه‌ها واقعا چیزای خیلی خوب با کیفیتی داشتن ولی فروش نداشتن. حالا یا سایتشون رو میدادن یا معرفی میکردن که مراجعه کنیم به فروشگاهمون در سطح شهر، ولی خب بازم بودن غرفه‌هایی که فروش داشتن. این صورت میرفتیم. خب اینجا هم اومدیم گفتیم واسه تجدید انرژی یه 2 رانی بگیریم که این آقا خیلی به صورت ابتدایی رانی میفروخت بدون یخچال. 2 رانی رو گرفتیم و رفتیم به سمت ورودی سالن اصلی. خب بچه اینجا کمپرها چیزا هستن، اینا رو مفصل بهتون نشون میدم. این غرفه هم که میبینید واقعا چیزای خیلی باحالی داشت واسه طبیعت و کویر عالی بودن. ما از این غرفه کلی خرید کردیم، حتما بهتون پیشنهادش میدم. همه چی هم داشت، مثلا اون لباسشون خیلی قشنگ بود. اینجا هم بچه کمپرهای خوشگل رو میبینید، خیلی باحال دیزاین شده بودن. جون میده با کمپرها فقط بری کویر، مسافرت، طبیعت. اینجا که این ماشین هم نگاه کردیم، دوباره برگردیم به غرفه مورد علاقه و دوست داشتنی و این لباس های خوشگل. ولی بچه اینا رو درسته خیلی خوشگل، مثلا همین کلاهی که سر این خانومه است قیمتش 9 میلیون بود. یه مقدار قیمتاشون بالاست ولی خود چیزاشون واقعا خاص و خوشگل و تکن. دوست داشتم میدون از این بنرها رو بگیرم، مدلی که میخواستم تموم شده بود. کلاه که دست آقاست خیلی خوشگله. بله بچه همه چی بود، تمام لوازم آفرود بود، طبیعت بود، میگم قایق بود، همه چی کامل بود. یعنی واقعا اگر قصد خرید دارید و اهل مسافرت هستید حتما بیا این نمایشگاه رو ببینید که خالی از لطف نیست. بچه این کمپر هم خیلی باحال بود، همون سرویس بهداشتی، واقعا یه خونه متحرکه، خیلی باحال بود. دقیقا میگم جون میده با اینا بریم مسافرت و کویر و دل طبیعت و جنگل. خیلی جادار بودن بچه نگاه، مثلا این کشابی بود، خیلی خوشم اومد از این، خیلی جادار بود. تمام زیر این کاناپا کمد بود، واقعا یکی رانندگی کنه یکی هم استراحت کنه. اینا تمام درایورایی هستن که واسه وسایل قشنگ جا میدن. خب اینم پک کباب پز بود که اسمش کبابیار بود، خیلی عالی بود. تمام متعلقات نیاز به کباب و جوجه و چیزهای دیگر تو همین پکه بود. کمپ خیلی مدل‌های مختلف بود، دیزاین‌های مختلف بود، از روکش چرم بود، نخ بود دیگه. شما من انتخاب میکنه همون مدل آیتمی که میخوان همون جوری هم بهتون تحویل میدن. ولی میگم تنوع خیلی خیلی زیاد بود. حالا با توجه به نیاز و سلیقه شما میتونید همون رو بهشون سفارش بدید. یه چیز خوبی هم که داره بچه‌ها تو نمایشگاه آفرود اینه که
میتونید با تخفیف خیلی خوبی خرید کنید. من از این قرفه هم خیلی خوشم اومد، چیزای واقعا خیلی خوبی داشت، ولی من هر چیزی میپرسم از صاحب قرفه ظاهرا است که اولین بار بود میشنید و این باعث شد که من خرید نکنم از این قرفه. بالاخره همیشه آدم جایی که خرید میکنه دوست داره اطلاعات قرفه دار بالاتر از اطلاعات مشتری باشه، ولی اینجور نبود. ولی خب از حق نگذریم، پروژکتور خیلی خوب داشت. بچه اینجا اومدیم تجهیزات، چیزی که خیلی مهمه این روش، خیلی این دست روی چشم منو گرفت، خیلی کوچیک بود، جمعی جور بود، خیلی عالی بود. بعد بچه این دوشای تاشو، بچه این روشوی خیلی بال بود، تاشو بود دوباره برمیگشت تو دیوار، از اینم خیلی خوشم اومد. این رینگا هم که مخصوص طبیعت، کوهنوردی که چه از کنم، شیب زدن با ماشین و محصولات دیگه موتوری، روغن موتور و گیربکس و کامل همه چی موجود بود. این رینگا هم که عالی بود واسه طبیعت و آفرود. لباسا فوق العاده عالی با کیفیت، چون که اینا که میرن آفرود بچه دیده میشه با کیفیت. ماسکا هم خیلی خوشگل بودن. و اما چیزی که واقعا زیبا و دلبری میکرد تو این نمایشگاه این موتورا بودن، این زینای طبی، البته روکش زینه طبی بودن. این غرفه هم عالی بود بچه ها، حتما به پیش